هیچ وقت فکر نمی کردم فقط یه شرط بندی مسخره زندگی منو به یه جهنم تبدیل کنه. اون شب که با بچه ها تو کافه نشسته بودیم فقط میخواستیم دور هم بخندیم. حرف رفت سمت مکانهای متروکه، جن زده و این چیزا، تا اینکه آراد گفت بچه ها شنیدین درباره آسایشگاه روانی شماره 9؟ اون بالا تو کوه نزدیکی دره کلات. سروش خندید و گفت بابا اینا همش حرفه، یه ساختمونه که خالی شده، کی جرأت داره شب بره اونجا بخوابه؟ همین جمله شد جرقه. یه شرط گذاشتیم که هر کی بتونه یه شب تنها اونجا بمونه 10 میلیون از هر کسی میگیره. من گفتم آره من میتونم، چون فکر میکردم تهش چند تا صدای عجیب و یه ساختمون خالیه دیگه. اشتباه میکردم، بد جور اشتباه میکردم. راه افتادم با موتورم توی جاده خاکی. صدای موتور توی سکوت شب میپیچید و از اون بالا چراغای شهر فقط یه خط باریک نور بودن. گوشی آنتن نداشت، حتی آفلاین هم نمیتونستم چیزی نگاه کنم. با یه چراغ قوه و یه کوله پشتی رسیدم به در اصلی. یه تابلوی زنگ زده اون بالا بود، روش نوشته بود بیمارستان روانی شماره 9، تعطیل از سال 1369. در باز بود، نه قفل بود نه زنجیر. انگار خودش منتظر بود کسی وارد بشه، انگار منتظر من بودن. ساعت 10 شب بود که وقتی وارد شدم یه بوی ترش و نمناک زد تو صورتم. کف زمین پر از شیشه‌های شکسته بود، دیوارا ترک خورده بود و یه جاهایی لکه‌های زنگ زده یا شاید خون خوش شده بود. صدای عجیب از سقف می اومد، انگار باد بود، ولی نه، من اون صدا رو میشناختم. صدای باد نبود، صدای زمزمه بود. خیلی ضعیف بود و نامفهوم، ولی صدا همچنان می اومد. یه اتاق پیدا کردم که درش هنوز سالم بود. گوشه اتاق یه تخت زنگ زده بود. وسایلم رو گذاشتم رو تخت و دوربینم رو روشن کردم. ریکوردر صدا هم فعال شد. گفتم خب شبی که همه میگفتن جهنمه رو بیا شروع کنیم. نیم ساعت گذشت، اتفاق خاصی نیفتاد، ولی وقتی داشتم به دیوار نگاه میکردم چشمم افتاد به یه نوشته با خطی کهنه و انگار با ناخن کنده شده بود. کسی اینجا نیست، ولی تو تنها نیستی. نفسم برید. فکر کردم یکی قبلا نوشته اینو، ولی دقیق تر که نگاه کردم اون نوشته تازه بود، گرد نداشت، انگار یه نفر تازه این دیوار رو خراشیده با ناخوناش. موهای بدنم سیخ شد. دوربینم رو گرفتم سمت راهرو. نور که افتاد ته راهرو یه سایه خیلی لاغر یه لحظه رد شد. ساعت 12:15 شب بود. شروع کردم ریکورد صدا رو گوش دادن. چیزی شنیدم که مطمئن بودم من نگفتم. صدای یه زن با لحن گریه گفت کاش در نبسته بودیم. سردم شد، لرز افتاد به بدنم. از اتاق زدم بیرون، با چراغ قوه نور زدم ته راه رو. رفتم تا ته خط، به در اصلی رسیدم. بسته بود، باور کن خودم بازش کرده بودم. قفل نداشت، ولی حالا با یه زنجیر کلوف قفل شده بود. دستم میلرزید. گوشی اصلا کار نمیکرد، صفحش انگار هنگ کرده بود. فقط عکس خودمون نشون میداد، ولی عکس تازه بود. لباسم، زاویه خوابیدنم، همون چیزی بود که 10 دقیقه پیش تو اون اتاق بودم. پس کی گرفته اینو؟ ساعت شد 2:30 شب. تو یکی از اتاقای صدا اومد، صدایی مثل کشیده شدن تخت رو زمین. رفتم جلو، نور انداختم، با ترس چشامو باز کردم. یه تخت وسط اتاق تکون خورده بود، روش خط خطی شده بود، انگار یه بیمار روانی با ناخن خودشو میکشیده رو زمین. یه صدای پچ پچ از پشت سرم اومد. برگشتم، هیچی نبود، ولی ریکوردر روشن بود. بعدن که گوش دادم تو اون لحظه یه جمله ضبط شده بود. تو چرا تنها اومدی؟ ما اینجا تنها نمیمونیم. ساعت 3:10 شب. نمیدونم چه جوری، ولی حس کردم زمان کند شده.
یه جور بی‌حسی عجیب خودمو تو لباس سفید بیمارای روانی دیدم. اتاق پر از آدم بود، ولی همه بی حرکت. فقط یه زن با موهای بلند سرشو آورده بود جلو صورتم و با یه لبخند سرد گفت: تو هنوز که اونا شدی، فقط دیر اومدی. با داد بیدار شدم. دوباره تو همون اتاق اول بودم، اما در بسته بود و روی دیوار خط جدیدی نوشته شده بود: تا وقتی باور نکنی نمیری. نمیدونم خواب یا توی یه جور توهم گیر کرده بودم. ساعت 3:20 بود. فقط میدونم دیگه نمیشد فرق خیال و واقعیت رو فهمید. هر چیزی که لمس میکردم واقعی بود، ولی اتفاقات نه. نشستم یه گوشه اتاق. چراغ قوام کم نور شده بود. باتریم داشت تموم میشد. از توی کوله پشتیم یه پاور بانک در آوردم، ولی حتی اونم کار نمیکرد. از بالا انگار کسی با پای لخت داره رو سقف راه میره. آروم، کشدار. صدای در اومد. در رو باز کردم. راهرو خالی بود، ولی تهش یه نور قرمز خیلی کم مثل نئون از زیر یه در نشت میکرد. راه افتادم سمت اون در. نزدیک که شدم دیدم روش با رنگ سفید نوشته: بخش قرنطینه، ورود ممنوع. یه لحظه دستمو کشیدم رو دستگیره. خواستم در رو باز کنم. دستگیره سرد بود. وارد بخش قرنطینه شدم. یه راهروی باریک با دیوارای خاکستری. یه صدای خیلی خفیف از یه رادیوی قدیمی می اومد. داشت یه نوای مذهبی پخش می کرد، ولی برعکس پخش می شد. یعنی نوار برعکس می چرخید انگار. یهو چراغای مهتابی بالای سرم یکی یکی خاموش شدن. فقط نور قرمز همون نئون لعنتی مونده بود. تو یکی از اتاقا یه تخت بود. یه چیزی رو تخت دراز کشیده بود. یه پتو روش بود، ولی کاملا صاف، بدون نفس، بدون تکون خوردن. داشتم عقب میرفتم که همون صدا دوباره اومد: نمیتونی فرار کنی. ما هنوز اینجاییم. برگشتم دیدم در پشت سرم بسته شده. رفتم سمت اون موجود زیر پتو. خواستم ببینم چیه. دستمو دراز کردم، پتو رو زدم کنار، ولی هیچی نبود. واقعا حس میکردم تو توهمم. ولی همون لحظه صدای پشت سرم، صدای همون زن نزدیک گوشم گفت: زودتر برگرد قبل از اینکه شبیه ما بشی. تو راه برگشت در هر اتاقی رو که باز میکردم انگار بخشی از گذشته این آسایشگاه رو داشت بهم نشون میداد. یه اتاق بود که توش چند تا تخت به هم زنجیر شده بودن. روی دیواراش با خون نوشته بودن: ما مریض نبودیم، اونا ما رو دیوونه کردن. توی یکی دیگه یه آینه ترک خورده بود که فقط وقتی نگاش میکردم یه سایه سیاه پشت سرم میدیدم، ولی پشت سرم چیزی نبود. هیچ وقت نفهمیدم اون سایه چی بود، ولی حس کردم نزدیکتر و نزدیکتر میشد. ساعت 5 صبح بود. وقتی برگشتم به اتاق اول، دوربینم هنوز روشن بود، ولی باتریش صفر نشده بود. نشستم و ویدیو رو عقب زدم. تو یکی از فریما خودم رو دیدم، خوابیده رو تخت، ولی یه نفر دیگه هم کنارم بود. یه زن با لباس سفید و موهای به هم ریخته و صورت تار، ولی با لبخند. و تو فریم بعدی فقط اون بود. من دیگه تو تصویر نبودم. همون لحظه صدای ضبط صدا پخش شد: تو جای منو گرفتی. حالا نوبت توئه که اینجا بمونی. در رو که باز کردم صبح شده بود. نور طلوع از پنجره ها میتابید. در اصلی باز بود. پاهامو کشیدم و دویدم تا ته راهرو و از پله‌ها پایین اومدم. از در زدم بیرون. نفس زنان تو نور خورشید افتادم رو خاکا. ولی وقتی برگشتم پشت سرم رو نگاه کردم. شاید باورتون نشه، ولی اون ساختمون نبود. هیچ ساختمونی اونجا نبود. فقط یه زمین خاکی با چند تا درخت سوخته. رفتم پایین کوه. بچه‌ها رو دیدم، همه با چشای گشاد رنگ پریده. آراد گفت: تو دیشب کجا بودی؟ ما همش دنبالت گشتیم. امیر، آسایشگاه وجود نداره، اون ساختمون رو 20 سال خراب کردن. اگه یه روزی یه جایی رو دیدی که تو نقشه نیست، اگه یه ساختمون متروکه رو دیدی که انگار منتظرت بوده، یادت نره بعضی درها فقط یه بار باز میشن و وقتی بری تو دیگه هیچ تضمینی نیست بتونی برگردی.
خب رفقا، اگه از این ویدیو، از این داستان خوشتون اومده، خوشحال میشم نظرتون رو واسه من کامنت کنید. خدا نگهدار.